اومدیم یک شنبه بازار کوچه اصفهان با حال و هوای پاییزی. تا آخر ولاگ با ما همراه باشید. خب بگی من بودم نمیگیرم 180 150 آقای هلوشلان شیریه اینه ورزا خاطر این پولشون. قبل اینکه بازار شروع شه یه آب نخود مشتی کوچه اصفهان بزنیم. اینم نارنج تازه جای شما خالی بازار شروع نشد. اینم برگه توتوه پیشبینی بازی ها جایزه تو گیلان موت. اینم بازار کوچه اصفهان هنوز شروع نشده. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در بازار هفتگی کوچه اصفهان با حال و هوای پاییزی. امروز یک شنبه 25 آبان ماه و ساعت حدود 8:30 صبح. بازار هفتگی در شهر کوچه اصفهان در روزهای یک شنبه و چهارشنبه از صبح تا ظهر در چند بخش مجزا تقسیم میشه. بخش اول بخش مال فروشانه که در ابتدای ورودی شهر کوچه اصفهان از سمت رشت برگزار میشه که اول ولاگ ویدیوهایی از اون دیدید که به بازار دام یا همون مال فروشان معروفه. این بازار از صبح زود برگزار میشه و محل فروش انواع گاو و گاو میشه و برخلاف بازارهای دیگر مال فروشان گیلان مثل تلمشهر، انارستان، سیاکل و یا شاندرمن در اون بوستان یا بز عرضه نمیشه. بخش بعدی بخش مرغ و جوجه و پرنده های دیگه که در ابتدای جاده سنگر برگزار میشه و میشه گفت بزرگترین بازار مرغ و جوجه محلی استان گیلان هم محسوب میشه. چند روز پیش ولاگ اون رو در کانال قرار دادیم. بخش های بعدی هم که شامل محصولات محلی و روستایی که توسط زنان زحمتکش عرضه میشه و بخش میوه و تره بار، ماهی و خشکبار و سایر محصولات در 3 بخش در نزدیکی مرکز شهر به طور همزمان برگزار میشه و در طول این ولاگ به اون بخش ها سر خواهیم زد. ولاگ های دیگری از این بازار زیبا و جاهای دیدنی کوچه اصفهان هم در کانال قرار دادیم که در پلیلیست شهر کوچه اصفهان کانال ما میتونین پیدا کنید. راستی شهر کوچه اصفهان مرکز بخش کوچه اصفهان شهرستان رشته که با شهر رشت حدود 10 کیلومتر فاصله داره. اگر به گیلان و گیلانگردی و بازارهای محلیش علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. لایک، کامنت و حمایت فراموش نشه. امیدوارم که از این بازار زیبا و جذاب هم لذت ببرید.
ماهی فیتوفاگ، کله سیاه، اونم آمور. خسته نباشی آقا. کیلویی چنده فیتوفاگ؟ اینا کیلویی 200 تومانه، اونها 250 تومانه. سفید آمور 370. 250 370. 370 آمور. آمور سفید میشه درجه 1 بدون چربی. دست شما دارم. اینم باقالا 230. ماهی گوشتی خورم آیده آقا. سلام آجی خسته نباشه. اینم برگ سیب تازه. اینم ناله میشه. سلام آشانم. خسته نباشی. چیه کاکاه؟ آره چند میدونی؟ 25 دو تا 50 ارزان. نون 15 تومان. سبزی قرمه. میتونم درشو بردارم نشون بدم؟ سبزی قرمه. میتونم درشو بردارم؟ آره دوی من برمیدم خواهش نزارم. این ترشه باشه. این ترشه باشه. کیلو چند؟ 300؟ 300. کیلو 300. یکی قرمه است. اینم قرمه زیبا. قرمه است 250. دست شما در نکنم. سلامت. دست شما. اونجا بگیرم. خانم این خالی باشه. خالی باشه. اینم کد. این کد. اینم تو چاق دلار هم دارم. اینم سیر بگ و سیر بابی چون. دست شما در نکنه شما. سلامت باشی آقا. مرسی. شما ما رو نزنه نخواست. گفت بگی من بودم نمیگیرم. اینم تروب تازه. اصلا نباشه آقا. کیلویی چنده؟ کیلویی 50؟ 25؟ 40. تروب سیاه و سفید. دست شما در نکنه. شوستر هم میده برای هیچی. تمیز معلوم. چی اوی؟ دست شما در خسته نباشه آقا. تازه آستانه. عجب چربی زمینی چیه؟ قدیمی بال اصل معابات سلام سلام زیتون امسال زیتون امسال چنده کیلویی؟ همه امسال هم فقط اون نیست اما اینو بغیر ندیدم چنده کیلویی؟ 200 280 150 250 این چنده داری میزنی؟ این 200 دست شما دارم آقا ما نفروشی آقا این در خدمتتون هست نمیگم تا یک تکی خودیم باش
آقا اینم بگیر باش مال تو تا نشون اینم کنوس عروسه اینم بیستان اگه میخواند بهت میگه عروس بیار من عروس میخوام خسته نباش چند کیلوی انار؟ 150 150 مال صاحب است؟ نه شیراز انار شیراز دست شما برم پیاز 25 و سالاد دل آقای من آقا ماز 60 تومنه از سر حساب ماز 60 سلام سلام آقا 50 تومن مال کجاست؟ نمبر چه سال؟ چاوار ایرانی تولیدات ملی چرا گفتی 60 تومن؟ 60,000 آقا موز 50 تومن 60 تومن 50 تومن 50 تومن آقا موز 50 تومن 60 تومن 50 تومن 60 تومن هر تا تیم میله باش کنه این مرکز زیتون زیتون ماری خسته نباشه این کیلو چند زیتون این؟ 220 یه آقا جرب به پلوی آقا به پلوی اشکال سلام من روی تازه کاملا من این 60 تومن 100 تومن پرتقال 60 تومن 130 تومن بود 20 تومن 120 تومن آقا تعزیرات 60 تومن اینم سیب تعزیرات هر زمان باید تعزیرات هم یه اون بریم میدان سیب چنده؟ سیب 130 تومن 120 انار هم 120 130 کفال کیلو چنده؟ کیلوی 500 کیلوی 500 کفال اینم کیلوی 600 کفال بچه چی؟ 200 کیلوی 200 مای سفید چیه؟ مای سفید دونی اینجا دارم این دونی چند؟ 500 اینجا اینجا دارم 600 دونی 500 کیلو دونی 550 اون چند؟ 690
خسته نه بفهم دفترهای دستی بریم بازار سبزی فروش های خانمان. بازار اون قسمت رو بعدا می‌بینیم. الان فعلا بریم حاج خانمان. حتی سبزی سرخ کردن. امروز کمتر اومدن. ما الان یک کپ پانی بیگانه نصف کرد چی بگم؟ يعلى فوق اليهان دست شما دار نکنید، ما خودم درست میکنیم، دستم نبر. سبزی خواه خانمای زحمت کشید. سلام ایرو اینجا یه آشان نو میکنم. آشان نو میکنم. انا بورم بخانه کنی مازگی نیه جلوی گاوه مایی هم زنده ولی مایی همه زنده همه زنده دونه ایستاده کنجا مایی زنده آقا مایی زنده همه زنده شلغم ترشی سبزی‌های معدود آشخانه تخم مرغ داره دونه 9 تا. اینم دو ماست من. بادا کنیم جدل بادا کنیم برد. این همون کوچه حاج خانما بریم خورسن بازار.
بدم شب بارو بدم چای تازه بدم No, no. بادام اصل آستان آقای دانش سلامونه آقای دانش مزاحم اگه نه مزاحم درسته دیگه همین یه دونه مونده. سلام 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 خورشتی و شلغم آقایان ژیلت به 35 سه بسته ژیلت به 3 تومن بابا سلام حسنا سه بسته ژیلت به 3 تومن آقا دام فکر مصرف نه باید مزه غذایی بیاد خروب پای آقا بگیسی 100 تومن 600 180 دیگه هم بگی داری فیلم میگیری برای چشم دستمون خوردن از واقعا 80 بازی با موتور میریم بازار ما این دوزی شد چون مرغ زنده میکنم یه گربن داره آدم
پلو کباب کوچستان چند تا هستن فعال بیدن صبحونه پلو باز آدیم جون گیرم 35 35 نبیده با بزرگی گیرم حجمشون کبابونه ضعیفن آقا سلام بابا بابا سلام علیکم آقا سلام بابا دارم چیه؟ تو دارم حالی به هم هستم برنجک حسن نباشه سلامت باشید. بادوم کیلو چنده؟ کیلو 400 دو آتیشه بادام ریزم داریم. اینم آجیل مخلوط بهش میگی؟ آره آجیل سنتی گیلان برنجک و برنجک کچاپ مغز تخمه است سویا هست بادام هست دست شما دارم دارم مشتری دستتون دارم برای کجا هست یوتیوب میزنیم آجیل امشب یوتیوبه خدا من چی یوتیوبه شما هم گرفتیم دیگه گرفتی هستی از اون اول اومدیم دو کال بودیم اینم دارای گیاهی این چای ترشه این بابونه این چیه؟ پنیرک این گلگاز زبانه گل سرخه باراش لوکس خیلی نه خوشگلم دست شما در نکن این هم در چوبه سابیده خوبی قربون دانه دست منه بخور آقا نبات یا قاشق کبابی اینم گردو سلام آقا با پوست 550 بله 550 400 خسته نباشه. این گردو سفید چنده؟ کاملا نیدش دفی میره من خدمت شما بگم که اینا مال یلاق زنجان مال محل خودمونه بعد تازه خودمون تازه میشکنیم میاریم مشتری راضی نگه میداریم این 880 دادش گرم این 950 950 بله ولی خیلی خوشمزه ما خودمون هم درخت داریم اونجا هم گردو درخت داریم هم گردوهای دیگه داریم ولی بیشتر درخت گردو داریم اونجا یلاق تاریخ دست شما در نکنه ما دقیقا ما شما هستیم چیزی میگه بفرمایید دستتون در نکنه بابا میرم بالا میرم بخیر شما 950 کنوس چنده 80 خیاره گوشه
داد بزن خرما 250 180 نیاز که نکنه این پایینی هم بازار تقریبا تمام شده پارچه و لباس